خصوصی یک نفر بود بسیار همین علمی دنیا را داشت اکادیم در ساحه خودش رو. لیکن قرآن هم سخن میکرد میگفت یک 3 مرتبه قرآن هم یعنی ترجمهش یعنی تفسیرش خوانده گردیم در اونجا اومدن اشنده است که یعنی کلمه حرام در باره شراب کلمه حرام اومدگی باشد. یعنی از این اصلا چند سال گذشته و خود من در وحی یعنی از آیات‌های قرآن در سوره مائده آیات‌های 90 91 دیدیم. میخواستم استاد همین آیت 90 سوره مائده را حتما خودم تفسیر نمیدونم برای همین میخواستیم با پورگی تفسیر میکردین ابو که در باره شراب اومدگی است و در باره خمار و بعد تیرهای فال و همین ابو پورگی خدی استاد وای میکنیم. آخه همه آدمایی که ترجمه قرآن رو میخونه اکثریتشون آدمای گمراه هستن. قرآن خوانده بر آمدن در قرآن عرق الله تعالی حرام نگفته، یعنی ملاها پیش خودشان حرام گفتن. اینا اصول فقه نخوندن، اصول تفسیر نخوندن. اینا هم قرآن باید ترجمه تحت لفظیش که تحت لفظی ترجمه تحت کلمه در زیر کلمه ترجمه کردگی یا نمود با ترجمه کرده که مردم درست نفهمند. مردم فهمد اگر هوشیار میشد، هوشیار شود اگر با اونها خوب نیستین. برای همین نمود ترجمه کردن که آدم نمیفهمد نمیخواند میماند. این یک دو کس مجبور شدن خواندن برآمدن برای همین خیل اظهار بدبینیشون به اسلام ظاهر کنن. این خیلی آدم ها خیلی بسیار هستن و بر ضرر خودشون هست. اسلوب قرآن خیلی نه که هر چیزه این حرام و این حلال، این حلال و این حرام بود. الله تعالی زیبا سخن میکند و همه چیز به صیغه حرام کرده شد به شما یا این حرام است به این صیغه نمی بیاید. ببینید در سوره مائده الله تعالی گفت که یا ایها الذین آمنوا، این خطاب به مسلمان ها است، به غیر مسلمان ها داخل نداره. اونا گناه کردن رو روزی قیامت اگه جواب میتیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر، ای اونایی که ایمان آوردن. البته خمر این فقط عرق نه، وینا، پیوه، کنیاک، نارکوتیک، افیون، کوکنار، همه نمودی حشیش، بنگ، همش می‌دارد. خب انما الخمر، البته هر چیزی که عقل سوس میکند یا کرخ میکنه یا میپوشد، خمر از کلمه خامر، ما خامر العقل، هر چیزی که عقل میپوشد، خواه مثلا با لباس غفص پوشد، خواه با لباس تنوک، به هر حال میپوشد. عقل از وظیفه حقیقی خودش باز میدارد. انما الخمر والمیسر، قمار حرام بودگیش همه میدانند. والازلام، یعنی قسم خوردن به بت‌ها. والانصاب، قسم خوردن به بت‌ها و خود بت‌ها. والازلام، بت پرستی. ریجسون، پلید است. گفت پلید، پاک نه. خودش الکه همین کلمه یکمش این که الله تعالی همسایه قمار و همسایه بت و همسایه قسم خوردن به بت که شرک است. به بت قسم خوردن این شرک است. بت ساختن و بت فروختن و بت عبادت کردن این شرک است. گناه کبیره و کبیره ترین کبیره ها هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الا اخبرکم باکبر الکبائر، آیا من از کبیره ترین کبیره ها شما را آگاه نکنم؟ صحابه گفتن که بله یا رسول الله. گفتن که الشرک بالله، شرک به الله. یعنی از همه کبیره ترین کبیره ها، عظیم ترین گناه ها این شرک است. دو تا شرک است اینجا و یک تاش قمار است که ریزاننده حقوق مردم و پایمال کننده مال مردم است و این آدم به هلاکت میرسونه بداخله. قمار قرضدار میشد، بانکرات میشد، نه زن و فرزند، نه مال و ملک، نه زندگی، فقط هم مغمش قماربازی و بریدن و همین خیلی کدی میگذارونه. یعنی بسیط گناه هایی که همه مردم میدونستن گناه بودن اینه، الله تعالی عرق همسایه آورد. عرق، قمار، بت پرستی، قسم خوردن به بت، اینا ریجسون، پلید است. گفت و پلید که شد و نمیخوره چیزی پلیده. او حاجت خانه پلید دارد چیزی پلید. گفت با چی میخوری داخل؟ این یک معنا. ریجسون من عملی شیطان، این عملی شیطان است. گفت همین یک تشه گودن بس از اصلش برای حرام بودن. پلید گفت بس طاهر نه.
پاک نه، یعنی نجیس، ناپاک که شد و باید نخورید، ننوشید. باید ببینید گفت که ریجسون پلید است. گفت دوم گفت که من عمل شیطان، این عملی شیطان است. بعد گفت که فاجتنبوه، شما از وی دور ایستید. گفت فاجتنبوه از حرام دیده سخت‌تر است. حرام نوشیدنش حرام. فاجتنبوه شما از وی دور ایستید. شما در یک جانب باشید و عرق در دیگر جانب باشد. بنابراین پدری استادمان شیخ محمد، پدرشان محمد مختار شنقیطی الله تعالی رحمت کنه، در مسجد نبوی درس میدادن. وقتی که بیمار میشن و جراحت برای غرفه حجره جراحت در آورده میشن، میگن که ما برای شما نرکاس میتیم. نرکاس شفا نیست. نرکاس فقط برای کرخ کردن عضو، تا اینکه درد وقتی که بریده میپرتاد گوشتی اضافه گیرا یا که چیزی اضافه گیرا یا که پوست که میبرن درد میکند. برای درد حس نکردن موقتا، یعنی یک بار حیاتش به 2 بار در حالتهای ضرورت نرکاس گرفتن، علما اجازه دادن برای سبک کردن درد و دائمی نه، 1 مرتبه 2 مرتبه در وقت جراحی. لیکن وقتی که آوردن نرکاس، ما گفتم به شما نرکاس میتیم، گفتن که نه به من لازم نیست. گفتم من به نرکاس من جراحت کنید، چون که الله تعالی گفت که فاجتنبوه، شما از وی دور ایستید. گفت من به سری خودم با عضو خودم نرکاس نمیزنم. گفتم خمر است آخر. فاجتنبوه یعنی شما به عرق نزدیکی نکنید، دور ایستید. گفت دور ایستادن با چه خیلی می نوشید؟ ما نزدیک شده حقی نزدیک شدن نداریم، چه خیلی می نوشیم؟ تصور کنید برادران. بعد گفت که لعلکم تفلحون، یعنی این چهارمینش، عرق پلید است، عملی شیطان است، از وی دور ایستید تا اینکه نجات یابید. گفت فاجتنبوه، از وی دور ایستید تا اینکه نجات یابید. گفت اگر نوشید نجات نمییابید. یعنی با چی در کار برای شما؟ بعد در ادامهش که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان به واسطه عرق و به واسطه قمار میخواهد بین شما دشمنی اندازد. ببینید عرق میخورد طلاق میتید، عرق میخورد شیر میشد، عرق میخورد حقارت میکند، مردم میزند، حتی به قتل هم میرساند، مالای خودش ویران میکند. شیطان میخواهد به واسطه عرق و قمار بین شما دشمنی و بدبینی را در دلهای شما جایگیر کند. این خودش یک گناه است، بدبینی و دشمنی. و یصدکم عن ذکر الله، شیطان به واسطه عرق میخواهد که شما را از ذکر خدا باز دارد. بین ذکر الله تعالی و بین شما صد باشد، یک دیوار باشد. و عن الصلاه، میخواهد که شما را به واسطه عرق و قمار از نماز بار. او قمار عینی بازش بیاد، وقتی نماز به اذان گدم نمیخزد، میگه بازی تمام کنی بعد میخوای نماز خونه‌اش، ولی بی نمازاشون طرف است. و عرق هم میخوای مثلا بعد شام عرق نوشید، گفتم چه خیلی گفتم میخواند، گفتن نمیخواند الکی این آدم. شیطان به واسطه عرق میخواهد که شما را از ذکر الله تعالی و از نماز باز دارد. فهل انتم منتهون، شما از عرق نوشی باز میستید یا نه؟ با این اسلوب سخن کرد. ببینید با یه بار دیگه تکرار میکنم، ریجسون گفت، پلید گفت، عملی شیطان است. گفت از وی دور ایستید تا اینکه نجات یابید. گفت این دلالت میکنه کسی عرق میشه و نجات نمییابد. شیطان به واسطه عرق و قمار بین شما بدبینی و دشمنی را ایجاد میکند. گفت از این پیشتر همسایه قمار و شرک و بت آورد، این خودش یک گناه است، دلالت به گناه بودنش میکند. و میخواهد که از ذکر الله دور کند، میخواهد که از نماز شما را دور کند. 8 شد. فهل انتم منتهون، شما باز میستید از این کار یا نه؟ 9. بعد صحابه ها انتهینا گفتند و عرق ها رو برآورده به کوچه های مدینه ریختند. بعد در ادامهش الله تعالی گفت که
و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واحذروا. اطاعت الله کنید، اطاعت رسول کنید و حذر کنید، ترسید از آن چیزایی که نکن گفت. یعنی این آیت ها مگر دلالت نمیکند به حرام بودنش؟ بله، اینا آدمای بی سواد هستند، بنابراین فکر میکنن که تا همین الله تعالی حرام نگوید این دلالت میکنه که حلال. شرط نه که الله تعالی گاه به صیغه حلال نیست میگوید، با گاه اگر همین نهی کند خودش حرام است. نخورید گفت تمام، یا نزدیکی نکنید گفت حرام است. کلمه حرام تکرار کردن شرط نیست. النهی یدل علی التحریم قاعده است. اگر الله تعالی یا رسولش از یک کار نهی کنند اون دلالت می‌کند که یک کار حرام است. بله برادر.